بعد از این مراحل نمودن 1 ساعت تقریبا رسیدیم به اینجا. امروز برنامه چی است؟ تجلیل از قهرمانی فوتسال جوانان زیر 17 سال در این سالون، ولی هنوز خالیه، کسی نامده، ولی احتمال داره زیاد بده همچی سالون برگزار. بولانی جالب. یک دانه برای ما از خیرت بده. بولانی سبزی. بولانی هم دو هستن دیگه. بولانیش هم دیگه فکر کنم باید خوشمزه باشه. از رنگ روخش معلومه که خوشمزه است. دوستان عزیز، برنامه هنوز به صورت رسمی اینجا شروع نشده بود و ما فقط به آقای زرگاب تمرین میکرد و بعضی چیزها را تنظیم میکرد و برنامه به صورت رسمی شروع نشده بود. ما منتظر شروع رسمی برنامه بودیم که شروع شود. سیامی جان سیامی هوای تو گرمی بند و بستی عشق ما قربانی سیامی ما و تو هیچ تفسیری نداریم سیام آسمان کی ژوله میزد مرغان کی ناله میزد آسمان کی ژوله میزد مرغان کی ناله میزد زلفی درازی لیلی را مجنون به شانه میزد مجنون به شانه میزد زلفی سیاهی لیلی را مجنون به شانه میزد مجنون به شانه میزد.
مدینه ای ارباب تو منده ای ارباب تو منده سجده چشم رو برفتان تو منده ای ارباب تو منده سلطانی آواز استاد داود سرخوش میخوانیم که میگن چی میگن؟ مغول دختر لو دارد تایید چپ لو دارد مغول دختر لو دارد تایید چپ لو دارد ای دو تا چشمای خو داره بیا نازن مغلیمون بیا نازن مغلیمون بیا خیرمانی گلیمون مغول دختر کی می خورده بعد استیش برگی نخورده مغول دختر کی می خورده بعد استیش برگی نخورده ای نمیدانم کی کی خورده بیا نازک مغلیمون بیا نازک مغلیمون بیا خیرمانی گلیمون مغول دختر سهر رفته بله اسبی که رفته مغول دختر سهر رفته بله اسبی که رفته ای از این کوچه بدر رفته بیا نازک مغلیمون بیا نازک مغلیمون بیا خیرمانی گلیمون آهنگ خانم از استاد صفدر توکلی سری ساکوی دروازه یاریم کمر باریک تر و تازه یاریم کمر باریک تر و تازه یاریم میانی دخترانی قریه بوده قره قاشی تو را بازه
اگر میلی سخن داری عزیزم، اگر میلی سخن داری عزیزم. در سرما آب ناب بگو سبانی وی قصبان نشانه رس کجانی. موگیم از مغاری شل پر بیگردی، مرا عاشق کنه خود تو تانی. از طرف دست راست و سمت چپ. دست راست تشویق‌های شما رو بشنوم. دست چپ تشویق‌های شما. اوکی پس همه چی هسته. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام عزیزان هموطنان نازنین، بانوان و آقایان ورزش دوستان. خیلی خوش آمدین به جشن بزرگداشت از قهرمانی تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در مسابقات آسیایی و همچنان پیروزی تیم فوتبال بانوان متحد افغانستان در برابر لیبیا در مسابقات تورنمنت یوفا یونایتد. امروز اینجا هستیم تا با حضور خود پیام خیلی قوی و برای تمام کسانی که نمیدانند پیشرفت افغانستان و جوانان را ببینند برسانه و همچنان شما به حضور خود ثابت ساختیم که تمام ورزشکارایی که در این همه سال مدال آوردن شما اونا را دیدید و در کنارشان هستید. در برنامه امروز قرار هست صحبت‌های عزیزان را با خود داشته باشیم، صحبت‌های ورزشکاران نازنین را با خود داریم و همچنان یک بخش مخصوص برای چالنج‌های ورزشی و برای کسایی که برنده اون چالنج‌ها بشن جایزه در نظر گرفته شده. بیشتر از این صحبت نمی‌کنم، طبق معمول از همه شما نازنین‌ها دعوت می‌کنم به احترام سرود ملی افغانستان به پای ایستید.
آقایان گرامی، دوستان ارجمند و هموطنان عزیزم، امروز افغانستان دوباره بر صفحه افتخار ایستاده در روزگاری که وطن ما از زخم‌های عمیق و دردهای بی‌پایان عبور می‌کند. از دل خاموشی‌ها صدای برخاسته است، صدای شادی، صدای امید، صدای جواب. دوستان عزیز، در اینجا هم دیگه پیام های بازیکن‌ها برای هموطنان خود در پاریس قرائت میشد که کلی بازیکن‌ها به نوبه خود یکی پسر هم پیام تشکری از قدردانی از آنها ارسال شده بود، به خانه‌اش گرفته میشد و به نمایش گذاشته شده بود. خواهش میکنم از دوستا خواهش کرده بودم یک عکس را به نمایش بگذارن در مورد این دوست ما صحبت بکنم. آقای علیرضا اسرایی از افغان‌های ما بودن که در حداقل از زمانی که من میشناختمشون در 2 مسابقه اینا قهرمانی کسب کردن، در کوریای جنوبی و یک مسابقه دیگه من نمیدونم مسابقه اخیرشون قبل از وفاتشون در کجا بود، در نپال. اینا همیشه ما میگیم که قهرمانان نمیمیرند، اما برای نخستین بار بود که قهرمان مرد. قهرمان در برابر چشمان یک ملتی که همیشه میگن ما پرغرور هستیم، ما همیشه افتخار داریم، چی داریم. قهرمان فوت کرد، قهرمان مرد از بیچارگی، از غربت، از فقر، از ناداری. هرچند که من کامپاین های خیلی زیاده کردم و تجارا پیام های شخصی فرستادم و هنرمندان فرستادم، نامشون رو نمیگیرم. متاسفانه صدایی از اونها شنیده نشد. امیدوار هستم فراموش نکنیم. خانواده علیرضا اسرایی در شرایط بد اقتصادی قرار دارد. دقیقا به یک صدا اینجا شنیدم، در حالی که صداهای زیادی هست، همه با هم یک ملت، یک صدا. قهرمان تیم ملی تکواندوی افغانستان در زیر 17 سال و همچنان محمد زبیر حبیبی قهرمان تیم نونهالان تکواندوی افغانستان و سفیرالله حبیبی قهرمان خردسالان تکواندوی افغانستان که مدت 1 سال میشه به فرانسه آمدن و چنبی چچونسا شی جان برو چلیو کیونا آلیا نه از همون طرف کفشایش هم میگن درست خیر باشه، ما یک امتیاز بهتون قائل میشیم. شما میتونید برید ببینیم که میتونید بدون کفش برید، خب میتونید بکشید یک. خب یونس جان میخواهید دوباره امتحان کنید؟ اوکی تشکر. میتونید. خب نفر بعدی کی هست؟ نفر بعدی میخوایی؟ خب شما خودتون دست خود بلند کردیم، ما خود نیمتون میری؟ بیا. اسمت چی هست؟ ایما. به افتخار ایما جان دست بزنید. برو ایما جان. 1 2 3 4 تا برای ایما جان به افتخارش. ایما جان امیدوار هستم که یک روز تصویر تو رو مثل بازیکنان ما در یک برنامه ببینم. آفرین. تشکر. خب تا فعلا
چیه؟ الیاس. به افتخار الیاس جان 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 واو امور چه می‌کردی ولی خب برافو از اون جایی که جزو 4 نفر اول. دوستان عزیز در این برنامه زیبا در گوشه های از این محصولات افغانستان، محصولات مانند لباس، انگشتر و بعضی لوازم سنتی افغانستان هم به نمایش و در معرض فروش گذاشته شده بود که دوستان میتونست بره اونجا ببینه و مشاهده کنه و خیلی از دوستان میرفتن خریداری میکردن و خیلی جالب بود. اتفاقا برای خودم جالب بود. از گوشه های از اون ما فیلم هم گرفتم، از جمله صنایع دست قالی بود، لباس های افغانی بود، انگشتر بود و همچنین زعفران بود. بعضی مواد خوراکی مانند آشک و بولانی، کباب، بابلی اینا اونجا میتونستیم تهیه کنیم و نوشجان کنیم.